امروز با خانومم اومدیم بالاخره کابینت خونمون رو سفارش بدیم. بین 70 تا تولیدی کابینتی که تا حالا معرفی کردم و دیدم ما آکسا رو انتخاب کردیم، چون قبلا نمونه کاراشون رو دیده بودم و واقعا خوشگل و با کیفیت بود. قیمتاشون حداقل 30% پایین‌تر از جای دیگه بود و قرار شد به مخاطبای ما 10% هم اضافه تر تخفیف بدن. از سفارش تا تحویلشون هم حد اکثر 20 روز طول میکشه و اگه بدقولی کنن هم ضررزیان بهمون میدن. واسه کمدم از این جای ساعت هم بذارین حتما، بله. جای اکسسوری هم بذارین، جای شلوارم میخوام، جا کفشیش هم همینجوری دقیقاً باشه. حتما. این طرف هم خیلی خوشگل شده. مطمئنی تو 20 روز هم کمد، هم کابینت، هم جا کفشی همه رو میخوایم بهم تحویل بدین؟ مطمئن باشی مهندس جان، اگر تا 20 روز دیگه تحویل ندادیم شما استوری بذارین بگین تحویل ندادن. این هم خیلی خوبه دیگه، اتو سرگردون نیست تو خونه، همینجا اتو آدم میزنه. کافی بار هم تقریبا همین شکلیه، ولی به جای اینکه کشو بذاریم میخوام یه سطح میز باشه که کامل بیاد بیرون، 2 تا صندلی کنارش بذاریم، قهوه یا چایمون رو همینجا بخوریم. اگه میشه نورپردازی هم داخل کابینتامون بذارین، رنگش پلیورتان باشه. یه سوال دارم، یه همچین در شیشه‌ای بخوام بذارم چقدر گرون‌تر میشه؟ مهندس جان شاید باورتون نشه، درپای فرملس ما 15 تا 20% ارزان‌تر از درپای کابینت هم. خیلی جالبه، اولین بار میشنوم. چون فضای خونم زیاد نیست میخوام میز ناهارخوری نذارم و همون جزیره‌ای که میذارم کار میز ناهارخوری هم انجام بده، هم 6 تا صندلی کنارش بذارم، هم کابینت داخلش کار کنیم. حتما. شدنی هست؟ بله حتما. خیلی اینم خوشگله، گازم داخلش هست، تازه کابینت هم که این ورشه. اگه شما هم مثل من میخواین یه کابینت خیلی خوشگل و لوکس و با کیفیت با قیمت خیلی مناسب و اقتصادی داشته باشین و سریع تحویل بگیرین، پیج مرزبون آکسا رو حتما دنبال کنین و 20 روز دیگه منتظر پست من داخل خونمون باشید.